یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حائض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حائضه روزه شرط نیست، همینا را هم برسانیم. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البته اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی حال سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حائضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حائضه شود جاگه و جدا میکند، از دست وی هیچ طعام نمیخورد، میگه وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخو، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون و کل شهر مسکتون. اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساقط از دیگر روزه نمیگیرد. للبعض میگه اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد، صحت شد، چکار میکنه؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش بشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است، میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسین. و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم، این شبها شبای تراویح هست، تراویح ها را کار کنید که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. در حالت امامتی جنگ جنجال تان نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن، یکی در رمضان پیدا میشوند. خطیبا یکی میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همان داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره‌ها مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگوید که امام غزالی میگوید که در یک مسجد جنجال شد. یک شیخ عالم بود، میگوید پیش او رفتند و گفتند برادر، گفتند در هم مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنند؟ گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در این مسجد بسته کنین، تمام شه از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانند. گفتم برای چی؟ گفتن برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بندین و مسلمانان را از مسجد بیرون کنین.
کاری کنید که در بین شما اتفاقی باشد. کاری کنید که برای همون 400 صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنید. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها. روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر اختان از دست ندین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کین نداشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند، همان سپر را شکستند. این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمیشود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا الجوع. پیغمبر خدا گفت بسیار